قصه دیو انکار، برگزیده مهروار شناس. نویسنده و راوی پوپک جوان با همکاری آرزو زمانیان. تیشتش درشتبین دهنگشاد در خانه‌ای دور از دیگران به تنهایی با پدرش زندگی می‌کرد. او هرگز مادرش را ندیده بود. تیشتش و پدرش همیشه با چشمان درشت و عجیبشان که شبیه ذره‌بین بود، ریزترین ایرادها را می‌دیدند و از همه چیز و همه کس بدگویی می‌کردند. برای همین هیچ کس دوستشان نداشت. آنها اسیر طلسم اکتش دیو بودند و مدام کلمات زشت از دهانشان بیرون می افتاد و اکتش اجازه نمی داد به آینه نگاه کنند و حتی در خواب هم راحتشان نمی گذاشت. غیر از صدای او هیچ صدایی را نمی شنیدند چون گوشهایشان را محو کرده بود. پدر به تنهایی خود عادت داشت، اما برای تنهایی پسرش ناراحت بود. یک روز به خاطر تیشتش رفت تا هر طور شده طلسم را بشکند، اما برنگشت. تیشتش درشتبین دهنگشاد هر بار که غر می‌زد و بد می‌گفت، کلمه‌ای درون کیسه پشمی دیو می‌افتاد و نزدیک سحر اکتش دیو می آمد و کیسه را خالی می کرد و دوباره روز بعد تیشتش درشتبین دهنگشاد کیسه را با عیب جویی پر می کرد. حرفهایش حال همه را بد می کرد. یک روز که دیگر از تنهایی به جان آمده بود، بدون کیسه اکتش به راه افتاد و از تپه‌ای بالا رفت. آهسته راه می رفت و چشمانش همه چیز را 10 برابر می کرد. بی اختیار غر می زد و جلو می رفت. چه خارای کج زشتی روی این گلاست. چقدر گرد و خاک روی برگاست. چقدر پوست درخت و ترک داره. چه کرمای چاقی. چه مورچه های ریز بیریختی. وای چقدر سنگ اینجا هست. این خرزهره یه برگش بزرگتر از بقیه است. همینطور که با هر قدم پیش می رفت، کلمه زشتی از دهانش می افتاد و موجودی را می رنجاند. خسته که شد، زیر سایه درختی نشست و خوابش برد. در خواب مادرش را دید که به او لبخند می زد. دستانش را گرفته بود و نوازش می کرد. پیشانیش را می بوسید و عطر خوشایندی داشت. این حال خوشایند و غریب برای تیشتش درشتبین دهنگشاد ناآشنا بود. مبهوت به مادرش زل زده بود، ولی هیچ کلمه بدی از دهانش در نمی آمد. محو لبخند مادرش شده بود. وقتی بیدار شد، گیج و ویج با خودش فکر کرد چرا مادرش پیشش نیست؟ در این لحظه دچار حالتی شده بود که سابقه نداشت. دلش نمیخواست از آن خوشی بیرون بیاید. اکتش دیو جلویش ظاهر شد و با دلخوری به صورت او فوتی کرد و گفت کیسه منو کجا گذاشتی؟ چرا همراهت نیست؟ زود برگرد خونه. در جوابش گفت خیلی خستم. بذار یکم بخوابم، بعد کلمه ها رو توی جیبم میریزم و میبرم خونه. دوباره چشمانش را بست و دراز کشید. برگ‌های بالای سرش که تکان می‌خوردند خنکش می‌کردند. خوابش که برد، باز مادر خندانش را دید که او را در آغوش گرفته بود. بدن تیشتش درشتبین دهنگشاد غرق لذت و گرمی شد. لب‌های مادرش تکان خورد. داشت با پسرش حرف می‌زد و با اینکه او گوش نداشت، صدای جادویی مادرش را می‌شنید. مادر میگفت پسرکم، تو اسیر طلسم هستی. این تنبیه برای تو سنگین است. خودت را نجات بده.
و گوشهایت را پس بگیر. پدرت دلش می‌خواست طلسم را بشکند که نتوانست، ولی تو می‌توانی. تا آن وقت به تپش قلبت دقت کن، نه به اکتش دیو. روی بالاترین شاخه این درخت پرنده قرمزی منتظر توست. راه را نشانت می‌دهد. از او بدگویی نکن، دنبالش برو. او تو را به بزرگ مردی دانا می‌رساند که دشمن اکتش دیو است. 1000 چشم و 1000 گوش دارد و هر رازی را می‌داند. تیشتش دلش نمیخواست از مادرش جدا شود. آنقدر مهربانی و لطافت و خوشبویش مزه داشت که نگو. ولی تا مادر پیشانی پسرش را بوسید، او از خواب پرید و پرنده قرمز را نوک درخت دید. از جایش بلند شد و ایستاد. پرنده روی شاخه ها جا به جا شد. از بالای سر پسر اوج گرفت و پرواز کرد. تیشتش درشتبین دهنگشاد به دنبالش دوید و دوید. پرنده سرعتش را کم کرد و به او نگاهی انداخت. پسرک تا آمد بگوید چه چشمهای زشتی داری، یاد حرف مادر افتاد و چیزی نگفت. دوباره کمی جلو رفتند و پرنده باز به او نگاه کرد. باز آمد بگوید چه پاهای کوچک مسخره‌ای داری، دوباره یاد حرف مادر افتاد و چیزی نگفت. تا به سر چاهی رسیدند. پرنده لبه چاه نشست تا آب بنوشد. تیشتش سایه دیو را از دور دید. بسیار تشنه بود. خواست از چاه آب بنوشد که چهره خودش را در آب دید و ترسید. چشمهایش شبیه 2 ذره‌بین بود. موهایش رنگ به رنگ و ژولیده. گوش هم نداشت. باور نمی کرد. با همه فرق داشت. همان وقت صدای اکتش دیو را شنید که می گفت تو از همه بهتری، برگرد خونه. پسر از پرنده پرسید تو از من بدت میاد؟ پرنده سرش را چرخاند. صدای اکتش دیو گفت نه، هیچ کس از تو بدش نمیاد. اصلا دیگران مهم نیستن. پرنده درون آب چاه پرید و تنش را شست. تیشتش خواست او را بگیرد ولی خودش توی چاه افتاد. پایین و پایین تر رفت و در عمق چاه دری دید. در را باز کرد و هوای خنکی به صورتش وزید. با ترس و لرز داخل شد. اول همه جا تاریک بود. کمی صبر کرد تا چشمانش به تاریکی عادت کرد. پیرزنی را دید و گفت تو چقدر ترسناکی عجوزه. چرا اینجایی؟ چقدر عجیب و غریبی. دیوارهای اتاق پر بود از گوشها و دهانها. پیرزن گفت پسر جون، میدونی کجا اومدی؟ تیشتش درشتبین دهنگشاد صدای او را نمیشنید، ولی گفت مادرم منو فرستاده تا طلسم اکتش دیو بشکنم. پیرزن دستانش را دراز کرد و به 2 طرف صورت پسرک چسباند و او را از زمین بلند کرد و چرخاند. کاری کرد که تیشتش صداها را بشنود. وقتی او را به زمین گذاشت گفت فکر کردی به این راحتی پسرک تلخ زبون؟ اگه طلسم به این راحتی از بین میرفت پدرت این کار کرده بود. همه دهانهای روی دیوار همزمان جنبیدند و با همهمه و جیغ حرف زدند و بد گفتند و تیشتش درشتبین دهنگشاد را گیج کردند. همه گوشها هم کج و کوله شدند و اعتراض کردند. ای بی ادب، ما خیلی حرفای زشت از تو شنیدیم. دیوار روبرویش مثل آینه شفاف شد و همه سالهای عمر او و بدگویی‌هایش و رنجش دیگران را نشان داد. همه لبهای روی دیوار گفتند
اگه بتونی تک تک این گوشا رو راضی کنی و حرف خوشایندی به اونا بگی، اون وقت میتونی مرد دانا رو ببینی. برای تیشتش چه کاری دشوارتر از این؟ اولین گوش گفت خودت که عجیب‌تر از دیگه همه ما رو نرنجین. دومی گفت خیلی بی‌ادبی. سومی گفت دوست ندارم. چهارمی گفت خودت که عجیب‌تر از ماست. پنجمی گفت چرا عیبای خودتو نمی‌بینی؟ ششمی گفت زبونت مثل نیش ماره، ما با تو بازی نمی کنیم. همه جمله های اهالی در هم و بر هم سرش را پر کرد تا او از هوش رفت. چند ساعت بعد که به هوش آمد دوباره همه شروع شد. راضی کردن 1000 گوش کار بسیار سختی بود و روزها طول می کشید. 1 هفته درون اتاق تاریک و سرد از این گوش به آن گوش جلو می رفت و سعی می کرد کلمه خوبی بگوید. اول موفق نمی شد. تا دهانش را باز می کرد کلمه بدی بیرون می افتاد. بالاخره وقتی نیمی از 1000 گوش را به سختی تمام کرد دیگر رمق نداشت و دوباره از هوش رفت. چند روزی همانطور بیهوش افتاده بود تا اینکه چهره مادر مهربانش را دید. مادر به سرش دست می‌کشید و صورتش را می‌بوسید و می‌گفت تو می‌توانی پسرم، بلند شو. باید کار نیمه تمام پدرت را تمام کنی. بلند شو. تو می‌توانی. تیشتش درشتبین دهنگشاد دوباره جان گرفت و بلند شد و دلجویی از گوشها را از سر گرفت. به 1000مین گوش که رسید پرنده قرمز را دید که تند بال می‌زد. به دنبال پرنده رفت و به هوای آزاد رسید. باورش نمی‌شد توانسته 1000 کلمه خوب بگوید. روبروی خود پیرمرد درشت اندامی را دید با موهای طلایی و 1000 چشم و 1000 گوش. مرد گفت خوش آمدی پسرم. به زودی طلسم شکسته می شود و تو از دست اکتش دیو نجات پیدا می کنی. حالا می توانی با گوشهای خودت صدای دیگران را بشنوی. درون آینه‌ام نگاه کن. تیشتش درشتبین دهنگشاد خودش را در آینه دید. حالا یک جفت گوش داشت. موهایش صاف شده بود. چشمهایش مثل همسالانش عادی بود. پیرمرد گفت تو به اندازه کافی در تنهایی سختی کشیدی. برگرد و با دیگران مهربان باش و یادت بماند حالا که 1000 گوش را راضی کرده ای، پس کیسه اکتش دیو را زیر خاک دفن کن. تیشتش دوباره خودش را تماشا کرد. یک پسر معمولی با قدی معمولی، چشمانی معمولی، دهانی معمولی. اصلاً از دیگران بهتر نبود. پسری بود معمولی مثل همه. حالا باید زندگی جدیدش را شروع می کرد. امیدوار بود هر شب مادرش را در خواب ببیند و از مهربانیش لذت ببرد. خوشحال بود که کار پدرش را تمام کرده. مطمئن بود که او هم خوشحال است. دیگر از دیو انکار و صدایش خبری نبود. پسرک تصمیم گرفت به خانه برگردد و برای خود دوستانی پیدا کند و مزه شادی را بچشد. طراح فضای صوتی آرزو زمانیان.